یا الله اوکی یا الله بابا بابا زنگ میزنی گوشی خورور داریم حالا وقت گوشی نیه بابا، وقت کار میبینی که دستم بنده من فرصت دارم گوشی بگید بردارم. بابا بیا ما دو برات پول بدی پول چی؟ پول چی؟ پول دومان ما گیلا خدا ما برو پیش بیار خوب پول بستونک برو به قصبی کماکی گوش بستو برو کماکی میوه دونی بستو چیز میگی آتاش خاله ای بری بستو که امشه میمون داری میگو او روز ما دومات تو رستوران بدر نکردم بزی نگفتم دیگه با 4 طرف ما نیایی بیا ما در سر این جمع نه اون جمع پیشتر رو خب بعد در سرا رو بدر کردیم بیا ما در خور دیوال بنخ با بالی مرغا 5 تا مرغ رم بکش باز حال دوباره بخسته بیا ماده بیعقلی خودی بیعقلیه این دفعه اگه مرگیر کدوم عادی هوشیار میکنم فقط میفهمی چه کار میکنی میت دست نیکی از سرا بدر میکنی که برو برات کار خو بابا بگو پیار مستن رزینیه که تو به 4 طرف من بیای برو برات کار خو اگه شما دومات نماسین چری دختر خو عروس کردی دختر خو من روز اول برای چی گفتم به پیار نگفتم که دیگه به 4 طرف ما دیده نشه گفتین رسم رواج نداریم ها خیلی بینی من روز اول خودی پیار گپ زدم که من رسم رواج ندارم که تو ماد به 4 طرف ما بیای دم بیای که دست زن خو بگیر از سرم بدر کنه برات کار خو خالی پول بدیم برو چی میگی پول چی بودم اون گوشتی دیگه میوه دونی مثل که من حدودم با تو نمیزنم با تو گفتم دستی نمیته بگیر از سرا بدر کو من که با تو نمیزنم بابا یک چیزی هم بگو گیلا خود خو یک چیخ گوگل دی نورده به خیلی بخیسته بیا ماده دوی پا درسته البته اینجا هتله شاید هتل فکر کرده باشه برو بده بگو برو اگر برف نکرد بس 3 ثانیه به من خبر میاری که با می بیل مقدار زده رو سراغ بدر میکنم برو بیرون دادی برو اصلا مستقیم بگو پیار میگفته برو برات کار کو بگو از این رای کم دی بس برو خب بیگون دیگه تو پیشکش خونه دیدی عروسی خونه کردی دیگه تو به در سراغ ببین و عادی پاتر میشه آفرین خوبه یا الله زودی برو عجیب رقمیه بابا تو رو روز ما بدر کردم گفتم دیگه نیایی این چی رقم آدمی ای در اگر نمیگذاری خور از دیوال مندازه بنداخت تا قربال مرغ انداخت تا کاکا 5 تا مرغا مار بزر پاق لغت کرده نختی دیگه دست خیلی هم آده که راه نمیدی نه ماما داره ماما جان بله. ما به قصد دست خیلی و دست پور نیو من روز اولم به زینا بگفتم که من رسم رسوم به این رقم نیه هر دمی که عروسی که زن خور بیاورد برده که من کار ندارم ولی تا ساعت عروسی نکنه اجازه نیه من 2 ماه دیگه هم داشتم همینجی خودی ما بود تا ساعت عروسی که مور به 4 طرف خورا ندادم بعضایی دل که فقط اگه چیزی ببردیم دختر خود پیش میگذاره نه از ما گپانیه خسور من همیلا رردش و ساعتی که من عروسی کردم دست دختری رو بگرفتم من به سرا خورا داد تا ساعتی که دختری بخونی بود من راه نداد اینمی قانون من پیاده کردم حاله الان چیزی نمیبردی دیگه نمیبردم بگیریم یا الله یا الله بابا من به می سر پیار خو بیخی نمیفهمم خود تو که دوماد خوش ندیشتی چلی دختر عروس کردی بابا انال من برو به این بدبختی بگم گیل جو تو وقت برو از سرا ما بیرون شو به خاطری که دست خیلی آمده بخواه کردی که پیار من رسم و رواج نداره خوش نداره میرم بیرون گیل دوماد جو دگه تا عروسی خو نکردی پیشکش خو خلاص نکردی عقلی داری به سرا ما بیایی ایلان بسکن کجا بخی؟ بله کجا بخی؟ خوشم پول دادن گفتم برو مینی بخر گیل جو برو رمی برو به سراخو برو شفته شفتلو بله شفتلو؟ نه شفته شفتلو برو به سراخو برو دگه نایی اشته شف نه شفتلو برو به سراخو برو جو بفهمیدی نه یا 100 میشم بودم 100 من برفتم به پیار خوب بگفتم پیار مگر دن و بر ماسکله من بکنه گو ما رسم و رواج نداریم ما خوش نداریم برو به گلای دوماد ما بگو تا پیشکش خون نداد خلاص نکرد عروسی خون نکرد دگه نداره به سر ما بیایی برو آره بخی و کجیر جان سعی کتون من نمازدگر حاله که برار گلمه من بیامدم که من بسته کنم خاطری که من اینجا اوتل هم میتونه یا اوتل مدارتونه که بیایی بستکی
ما رسم و رواج نداریم، پیرم خوش نداره گیلا که تو چه واجمه بیای بخونیم و پیا تو خوش نداره 5 لک به من پیشکش گفتیم بده 20,000 روپیه به سر فاتح دست بگذاشتم 20,000 پول مال بیاریم بده مگه خوش نداره مبارک باشه ای با امر باید چیتر خوندی گیلک بخ برو گیلا برا جو به تو میگم پیار من رسم و رواج نداره خوش نداره اون تو اندازی 20,000 به سرام راه میده بیشتر ازی راه نمیده برو 5 شو که به خیلی خوشی به عروسی تو اون پولا پیشکش کن که خلاص کردی اون وقت بیام پیشکش من کی خلاص میشه پولایو هر وقت برا رو من پیشکش خودی خلاص کردی اون وقت پیشکش تو خلاص میشه چندی بود همه پول دار 20 روپیه بدی و من مینو بخرم نمای برا جو برو بکن بابا چایال به من دام کردم بابا گیلک نیا به سراما بابا دگه که دومات نداره که ما یک دومات داری برو کاکا برک کار خوب برو دیگه بدی بیستی خیر به خیر پیار تو نبینه تو خودی کل کارخو نبینی بدی با کم نکو سیکو داری فیلمه چانته کنی یعنی من برم دیگه های برو دو خیریت شدی برو دیگه سیایی ندی به چندی برما باشه نزبات خود صدا کنم با خدافیزی کنم خدافیزی حالا من اشمانه بابا بایسته گیرم چای منه بیا چه کجا این سکیلی یا دوم بگیری این سکیل بابا تو خری نداری به سکلان مردم گفت و مفیدی کشی خسیر بریداری بزوی برجو چنی دومات خورمی چنی که کله کنده بعد طور بگیرونه کده کده بعد طور مینداختم کجا کی؟ برگه کجا که خیر نکای تا چم چویا میشنیم نزبات به لوکو کوی داغا نزبات نه نزبات به اینه مادام گیلا کن با پشت در چه کار میکنیم بیایم به سراغو مادر شما گفتم برو مینو و خرال کجیر میگه پیار میگفته که تو به سرا نه چه کار کنم کجا کی چی گفته کجیر پیا بابا گفتن گیلا که دیدی کو کبر کانگا ما دونگردان ما بام بشه پستی میکرم من چون من نمیفهمم به این گایسا پیار خواستن به سر خلاص نیو من با گفتم من داده من اینجا یاد نکردم که پیار من به دوری نوزادداری که بوده به به سرا راه نمیداد انولی قسم میخوره اما دو ماه دیگه ممکن بیچاره تو عروسی کرده سرا نمیکنه با 4 طرف ما بیای من اشته کنم خودی یعنی تو رزی ما برو من خب من چه کار کنم اگه به قول مقول نکنه پیار من خصلت نمیفهمی وای چه دیگه پا تو هم معلومه که من نمی های دیگه تو باور کن برو بر چشما خو مایم من چی کنم ارستگی ها دیگه خب من مایم تو بالا بر چشما خب من چه کار کنم من با پیار خو میگم میگم دیگ نشی نه بگو پیار تو بخیر بومونه خودی کجیر من دلجم شو کل کار خود زده ببینی تو دلجم بشی نوال بی سماری نوال بی سمر تونی خودی پیار کلی گنده خو سر کلی تو نگاه کو تو کجی کی؟ کجیر بابا کجا بوده؟ مثلا زمین دای میچیندم قانون هر جا باشه بازو پیدا میشه قول مقال نکنیم بدم سر ما اشته کنم پیار تو بومونه خودی برار تو پیار تو بومونه پیار تو بومونه تو نفتا کنه بینی تو بومونه گفت مفته ندم به خدا خود تو اگه دیگه پیار داشتی دیگه تا زمانی که کجیر زنده بود تو ببی سرا بدی دیگه من اسم خو میگردم میام یا نمیام خو میدی برو مردی تا به اینجا بیاره تو سک و سلت میکنم و برو تو کلچی که من بیام یا نیام سنی رو رمضان خیلیات بخیری جان تو جوره چی گفته استیناتو ورزده برو چیکار کنیم هم سر می دیوال باغچه هم دیوال بولون بیده بود برو رمی بعض قسمت‌های هم بارش بشورنده بود اگه زمستون هم نزدیک گفتم این 4 طرف پذیر بگیرم یعنی اگه بشه بخیر میاد یک موری گفتم برم بالاتر اوه انا فعلا حال کار میکنم اینجا دیوالا باغ شما هم خونه شده دیگه نشده دیگه خیلی وقت میشه استی خوب شد تور بدیدم دومات تو گیلک صبح گلدش میگم چون بیا اومدم به سرا آمدم انا کجیر با برفته بیری شده از سرا بیا آمده پیش بیار خو آمدم چون میشته بده نمیفهم بیا آمده به سرا باز مرکجی دستم بگرفته بیری کرده گفته که پیارم گفتم گرفتی رو از سرا سر زده بیری میکنیم من کمرات کردم طور نمیزنم منتا حال ما به تو میگم بیری شو گفت حکمر بیری کردم از سرا او روزدگم میگه خسور ممر بیری کرده چری تنور الله گناه داره می دومات تو نبرو من از وقتی که نمزاددار بودم تا حال می دوستان با سرم هست من تا ساعت که عروسی کردم خسور ممر 1 ساعت نقدش بکنم 1 ساعت خیلی کم با یک دیگه من یک دختر دیگه هم عروس کردم خود تو که خبر داری
تا ساعتی که همو دوماد من نماد عروسی خور نکرد هیچ حقوق نداشت به چهار طرف ما بیاد مادر میامد پیار میامد خودی حق نداشت که بیاد من روز اولم به زینام بگفتم به زوام بگفتم چند سال پیش عروسی کردی خود تو؟ خود من قصه من گفته خیلی وقت میشه 30 سال کمیشنر یعنی 30 سال پیش همو وقت و حالت تو یکی میتونی سکولولو وقت قدیم بود که پیار مثلا میره بچه نمزاددار میکرد بچه خبر نداشت یا دختر خود نمزاددار میکرد دختر خبر نداشت حال دو جانبه مگر خوش باشم دنیا رو به پیشرفت ما و شما مگر به حالت قدیم نمانیم تکنولوژی آماده پیشرفته شده مال روز به روزه پیشرفت میکنیم دختر و پسر اوسرمون اینو همین نمزدداریه تو امروز که دختر خود پیش دومات خود نظری صبح همو حداقل ماستنی و خواستنی و ناماستنی و کی معلوم میشه همین منم میگم تو بگو رمضان جان هر گپ سخن هست ببین نمزدداری اگه مایم خور مایم اگه نمایم معلوم شه مال کلک کنده شه رمضان جان گوش کن تو مایم نمایم دوست دارم ندارم از همین قانون منه من روز اولم به پیارم گیلک بگفتم که برادر ما آدم دوماده به چهار طرف خود نمایم چرا فقط صحت مایم که بیاید دست زن خور بگیره بره به خیر اگه خوش ندیشی چه دختر خود نمزاددار بکردم من بگفتم قبول کردم گفتم اگه قبول داره خوب نداریم به خیر بریم وقتی خود اینو راضی شدم حالا کم یک سال 2 سال 5 سال 10 سال هر چی که شد دختر رو برو چشمامه جا داره وقتی که عروسی کرد برات کار خوبه بعضی از ما مردم همی کارار میکنه خب اگر با بچه داشته باشین که نمزاددار کنیم میگیم چرا مثلا خسور بچیمه به بچیمه فلانه لباس نستون چکار نکن مجلس نکن به خونه عقدش چکار کن منطقه نمیفهمه مغز فکر نمیکنه که میگه چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند چیزی که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند رمضان جو اگه دفعه گیلا که بدیدی بگو خسور تو اخلاق گنده داره دیگه به چهار طرف دیده نشه اگه تو این دفعه گیر که و تا سراخ و پاتر میشکنه خلاصه گفتم تو گفت خداحافظ ترقی و پیشرفت ما مردم دیگه از کی ما این پیشرفت کنیم کی ما و شما حداقل یکی از ما راضی باشه حق همسایه قومی خویشی دگه فقط هر که هر کشت به سر تو بکرد تمام کشت به سر دوماد یا دختر یا خسوربوره یا احمد یا محمود بکن آخر عاقبت ما معلوم میشه آخر عاقبت تو دختر تا معلوم میشه رو گیلا یک چنگاله دیگه بابا مینا کنه نداره پیش میگه ولی کردم دست به چام به خدا به امان میشه کنه دیگه با بیا مدی من بیرو کردم بیرو که تو؟ چرا بیرو که؟ ماشون که گیر بیام آده در سلام من به سلام بدم یک بار از خوشی من گفته بگیر 20 برو مینو بخیر که خود چایا بخوری انا یک بار ازم 10 سالا که بیری شدم یک بار انا اولم به تا خونه که میشیشتی بیدید که جیر و مدر بچین چه مسطق میکردم یک بار صدای به گوش می بیامد که کجیر گفت باشه پس برو ما بابا خوب بگم من دیگه عقل میکن نمیکشیته انا نفهمیدم بلد چی بگم انا یک بار من سلا بیری شدم خوشی میگفت دو ما جو بگیر اگه می 20 پر بالا از این 10 سلا مینیو بخر واسطی مینیو ما خلاص شده انا دیگه سلا بیری شدم یک بار کجیر عوضی بر بیامد به من نفری کبابا تو نفری کباب گفت برو که پیار میگفت رسم و رواج ندارم چون 20,000 پول بگدشتی چه کار فلانه بابا جو من روز اول که مطلب رفتم نمزاددار کردم پیشم نورالله همون خسور تو به اون گفت که کاکا جان من رسم رواج ندارم که دوماد من بیای برنامزاد بزی 20,000 پول مثلا فاتی دست بقیشم به تو گفتم بابا نرو به 20,000 تو نمقدار بخونه خود تو گفت زد که گفتی من میرم شاید پیاله چای هم نخورده بشی و نه چایا دیگه برات مینو رفتم دیگه چایا دم شد ما این برم چای بخورم بیام تو را سرا خوب در کنه با دوباره میبری چای بخوری بیایی چایا دم کرده یه بابا جان تو را سرا خوب در کرده با میبری برو یک چنگل افتاده تو داره خوبی بنده پیش میگه بده
ما به جا کنده بابا نسبت داد کنی من دیگه پینک چه خبر نداشت که همی تو آدمیه